یا چای. به 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 به. بیننده های عزیز یوتیوب چنل لاروین مایک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید. اسحاق در خدمت شماست. امروز 19 جولای است. همین لحظه که ما با شما صحبت میکنیم گرمی مزار فراتر از 40 درجه است و این تصویری را که شما میبینید با وضاحت گفته که از 45 تا 47 درجه، اما در بعضی اپ‌ها حتی تا 49 درجه هم هستند که در این هوای گرم کامرا اصلا کار نمیته و هر 3 دقیقه بعد ما کامرا را پس خاموش میکنیم و در چند روز یک حادثه خیلی غم انگیز هم در افغانستان رخ داد. متاسفانه که 19 تن از هموطنان عزیز ما به خاطر کار به ایران رفته بود که در دشت‌های نیمروز متاسفانه که حتی گم شدن و تا حال جسد 5 تن از هموطنان عزیز ما پیدا شده. واقعا متاسف هستم برای خانواده‌شان. عرض تسلیت میگویم. یک موضوع خیلی بزرگ است، نباید ساده بگیریم. واقعا دیگه امیدوار هستم که شرایط در افغانستان بهتر شود و هیچ کس مجبور نشود و بیرون از افغانستان مرگ قبول بکنه و به خاطر یافتن کار به آنجا بروند. دیگه ما تلاش میکنیم تا حد امکان که کامره ما کار بده. برای شما حتما گزارش میگیریم. در پشت سر شما میبینید چاره عجایب است و کار به صورت کار بازسازی در آنجا هم جریان دارد. اما از اینکه از گرمی نجات پیدا بکنیم یا باید لیمو نوش جان بکنیم یا او چرا اسی وطندار اوی چی بود؟ او کشمش بود. این نوش جان میکنیم تا کمی انرژی بگیریم. بعد از او باز حرکت میکنیم ببینیم که کدام مسیر ما طی کرده میتونیم، چون معمولا جایی که سایه باشه و او سایه را میگیریم. اگر کامره ما جام کرد انشالله از دفتر بقیه برنامه را حتما برای شما ثبت میکنم. قبل از یک دو گلاس آب چی میخوریم؟ بچه محترم سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ گلاس آب کشمش چند است؟ 10 و لیمو چند است؟ لیمو 20 30 50. 20. خب اما این چند است برای کاکا که جور میکنی؟ اینا 20. 20. یک دونه 20 افغانی برای ما جور کنی. باش. همین گرمی مزار بسیار وضعیتش خراب است. شما تا چند بجه هستین اینجا؟ ما 7 بجه. تا 7 بجه شام هستین؟ چند بجه صبح میین؟ صبح هم ساعتی 7 بجه. خب شما برای کاکا گلاس جور کنید سر از اونها وقت نشه؟ نه خواهش میکنم. باز ما 2 گلاس مینی اول کاکا جور کن. اول اخ شما هستن. گرمی مزار اگر از لیمو کمی ور نداره نمک مشکل است. شکر؟ خیر است نمک شده ما پرتو باز یک دیگه شده کاکا جور کن. این دیگه شده کاکا جور کن. نام شما؟ علی رضا. از مزار هستی؟ از پروان. پروان زیبا. چند سال میشه مزار هستی؟ 2 سال. 2 سال میشه. ماشاءالله. خانه را آوردی یا خانه پروان است؟ نه خانه اینجا. امیال دیگه وقت زندگی در پروان است به خاطر که هوایش سرد است. کل جای درخت، آب. مزار خانم خدای بخی دوزخ گشته. امروز عین 47 درجه است، خبر دارین؟ 47 درجه. بعضی اپ‌ها 47 درجه میگه ولی بعضی‌ها تا 48 49 درجه نشان میده. از 12 بجه دیگه تا 6 بجه عصر دیگه واقعا که سخت گرمی خیلی خطرناک است. از شما هم خواهش میکنیم اگر کار ندارین لطفا از خانه نبرین و اگر در خانه محسن سفید دارین پدر یا مادر لطفا در برابر مراقبت از آنها جدی باشن که خدا نخواسته آفتاب نزنه. اگر آفتاب زد دیگه یک طرف یک مریضی کهنسالی یک طرف مریضی آفتاب دیگه باز دیگه بسیار دیگه مشکل میشه. ما منتظر وطندار هستیم که یک 2 گلاس برای ما جور بکنه. بعد از بخیر ما نوش جان میکنیم باز از چوک محب دیگه حرکت میکنیم بخیر. نه او شما شکر انداخت از ما نمک است اینجاست. ولی نمک است؟ دو کاکا شکر انداختی؟ خاصه ایست. از شما 2 تا نمکی. 2 تا نمکی 20 افغانی جور کنیم.
روزانه چند کار میکنین؟ 3 ساعت 4 ساعت. خب واسه جون. خب تانوز جو نشدن؟ خب منتظر هستیم که یه آب لیمو رو نوش جان بکنیم، بعد از او بخیر انشالله حرکت بکنیم طرف یک مسجد دیگه. بسم الله الرحمن اینی از اندوال دیگه ایم است. یکش میده نمیشه که یکم میده دان پرتیم. میده کنیم. آها یکم میده کنیم. این یک دهی برای ما بتیم شما. ایرا کجا بر؟ یک دخمه بس پوشتم میگیرم. بس. اینا مهمان ما باش با خدا. خیره. بابا چای اسکریم هم داری؟ بیا یک دهی را اسکریم میتی بشیم. چند کار کردی امروز؟ امروز چند کار کردی؟ یک 2 ساعت 2.5 ساعت کار کرده باشیم. خواه ماشاءالله. کدامش مزه‌دار است؟ تربوز توت زمینی است. توت زمینی رو بیتی. توت زمینی رو بیتی. چند است توت زمینی؟ در 10 کنی؟ خودت روزانه چند کار میکنی؟ خودی ما اگه کار کنیم 150 در خودیم بانه. 150 در خودت میمونه. خانه کجاست؟ نواباد. نواباد. این از کدام شرکت میخری؟ باشه. باز تا شام پس میری اونجا؟ شام نمیر نمازیگر تا نمازیگر شد خلاص شود. بعد از نمازگر باز خانه میری یا دیگه کارم میکنی؟ نه بعد نماز خانه میره. خانه کی کار میکنه؟ خودت یا کس دیگه هم کار میکنه؟ 4 بیادران هستیم، یکیش در مزار نه یکیش در خانه خودش مکتب میخونه که شهران است. خواه 4 تا داری؟ اونام کار میکنن؟ اونم کار. ها؟ آفرین تو کلاه بپوش پاسان گرفتیم کلاهت هم یک ترک بچیم که گرمی خیلی زیاد است. خواه؟ سلام شما خوب هستین؟ خیرتی است؟ امی در برابر گرمی مزار به نظر چگونه باید از گرمی مزار چگونه مراقبت بکنیم که ما را آفتاب نزنه به نظر خودت؟ خانه بشینیم آفرین. نبراییم آفرین. خصوصا از ساعت 12 تا 4 بجه باید نبراییم. نبراییم مویت هم نم خدا خوب موی است بعد از دایر شرایط موی چقدر ارزش داره باید دایر گرمی مزار از مویت هم مراقبت بکنیم مثل کلاه بپوش. هدفیم در خانه مونده نام شما؟ روز اقبال روز اقبال مصروف چه کار است؟ مصروف ایست سازی ایست مشتری سازی؟ موتر هستیم در کجا؟ سرار اسمونی چند سال میشه اینجا کار میکنی؟ 1.5 سال 1.5 سال؟ بله خب باز به اونجا ببری دیگه لباسا رو حتما چنج میکنی. بله اونا یک لباس مخصوص خود داره. داره بله در گرمی هم کار میکنی؟ فعلا دیگه تا 10 بجه کار میکنیم بعد از 10 بجه خانه میایم دیگه خب ولی خانه میرفتی یا جای کار؟ نه خانه میرم خانه میری؟ از کار برآمدی؟ از کار برام خانه کدام طرف است؟ او طرف. کارای موی بس خب. همین جاست همین نزدیک است. دیگه سلام ما از خاطر گرمی مزار یک دانه اسکریم خریدیم. اشتی است؟ ها؟ قربانت بخیر باشید. واقعا دوستای عزیز توت زمینی رو باید نوش جان بکنیم. تا وقت هم کار میتونیم یک چند تصویر بگیریم. دوستای عزیز کامرای ما متاسفانه چارجش نصف شد به خاطر گرمی شد و ما هم دیگه جایی که سایه است از سایه استفاده میکنیم و میتونیم میریم و هر کس که پیش روی ما آمد از مصاحبه میگیریم. فقط اگر خانما بود در برابر خانما باز یک توقف کوتاه بکن. در غیر این صورت بانک در کجا را میریم. همین لحظه که من با شما صحبت میکنم کالای تازه از خانه پوشیدم ولی همین لحظه کاملا عرق کردم
که واقعا تاب آوردن در برابر گرمی امروز مزار شریف بسیار مشکل است و یگانه راه نمی است دوستای عزیز که باید در خانه بشینیم، از خانه نبراییم که گرمی نزنه. و یک موضوع دیگر که در مزار شریف سالهای آینده شاید گرمی فراتر از 50 هم بره، چون بیش از 150 آپارتمان رهایشی و تجارتی در حال ساخت ساز است. همین لحظه که ما با شما صحبت میکنیم اینمی ساختمان هم دیگه نمیفهم که چند منزله خواهد بود، زیرزمینیش کاملا کنده شده و چند روز پیش تا سرک هم بند کرده بود تا از این طرف میرم از بغل میبرایم میریم تو با که اینو ما یک ذره سایه داره. سلام. بیا که طرف همین کوچه پخت فروشا بریم، اونجا سایه است، از اون سایه استفاده میکنیم. اوه 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 اوه. با گرمی مزار دیگه شوخی نمیشه دوستای عزیز. ببینید دوستای عزیز، در هر جای چشم ما با آپارتمان ها میخوره، آپارتمان که تازه در حال ساخت و ساز هستن. باش که ما یک سایه پیدا کنیم. این چند طبقه خواهد بود ترکستان تاور. ما در سایه برایم و که بیاییم باز همکار ما میان پشت سر من. اطفال نازنین در این گرمی به مکتب میان، ای کاش اینا مرخص میشدن که خدا نخواسته آفتاب نزنه اینا را. درجم کدام مکتب خصوصی هم هست فکر میکنم. سلام علیکم. دوستای عزیز، ما کوچه و پس کوچه مزار شریف به تصویر میکشیم. این کوچه فرعی میره طرف کوچه وکیل عبدالوهاب و از اونجا باز میره طرف گذر بابا قنبر و گذر حاج ابراهیم. امیدوارم با خانه های شما سر بخوریم. همکار میتونی کوچه ها را و دیگه من خواهرم به تصویر بکشی. این مثلا یک بایسکل میست، این تصویری بایسکل بگی خب سوژه است، اما در آفتاب نباش، یک سایه برای خود انتخاب کن. ما به خاطر از این چپکوچه را انتخاب کردیم که از گرمی فرار بکنیم. در برابر گرمی مزار شریف هیچ چیز طاقت نمیکنه. اگر میخواین که شما رو خدا نخواسته آفتاب نزنه، پس توصیه میکنم براتون که از ساعت 11 بجه روز تا 6 بجه عصر از خانه نبراییم، در خانه بنشینیم، مایات زیاد مصرف بکنیم تا خدا نخواسته آفتاب نزنه. و آفتاب زدگی هم این کوچه حاجی عبدالوهاب است. از این کوچه این طرف میریم و ببینیم که
تا کجا را میتونم که برای شما تصویر بگیریم و در اینجا دیگه تغییرات خیلی گسترده آمده. همکارم چند تصویر برای شما میگیره، بعد ما میریم از یک بلند منزل با شما خداحافظی میکنیم. دوستای عزیز رسیدیم به گذر بابا قنبر و از اینجا میگذریم میریم به طرف خانه دیگه تا این برنامه را همین لحظه ادیت بکنیم. از اینجا دیگه زیاد از این نانوایی ها زیاد نان خشک و چی میخریدیم. بیا اون طرف یک تصویر بگیر. ماست و شیر و نان خشک معمولا از اینجا میبریم چون ما در سایه میخواهیم بگردیم که کامرا جام نکنه. سرک تازه ساخته شده ایه. گذر بابا قنبر 2 سال میشه که کانکریت شده. و این سرک دیگه مستقیم طرف گذر حاجی ابراهیم میره. ایران برشان نشان بده پیش بیام کارم. این از این موقعیت به تصویر بکش. طرف گذر حاجی ابراهیم میره. یگاه وقت بگیم که گرمی رو ور میداره دیگه. گرمی 47 درجه و 48 درجه مزاره باید یا شیریخ برداره یا چای. عجب چای شدم. ایل داره، میخک داره، دالچین داره، همه چیز داره دیگه. نمای مزار شریف از اینجا برای شما به تصویر میکشم. ببینید که چی ساختمان های آسمان خراش در حال ساخت و ساز است. من بازم تاکید میکنم که 2 سال آینده یا 3 سال آینده گرمی مزار قابل پیش بینی نخواهد بود و حتی به 50 درجه و 52 درجه هم خواهد رسید چون سرسبزی ها گم میشه، درخت ها نیست. اما خوشبختانه در جایی که من میلزه هستم خیلی درخت ها زیاد است ولی امیدوار هستم در پهلوی از کسایی که سرمایه گذاری میکنن به خاطر ساختمان های تجارتی و رهایشی ببخشید باید ساحه سرسبزی را مد نظر بگیره، درخت ها را مد نظر بگیره تا حداقل در تغییر آب و هوای مزار شریف نقش گسترده داشته باشد.
تا برنامه فردا که ساغزی در خدمت شما قرار میگیره، همه شما را به خداوند یکتا و به همتا میسپاریم. خداوند حافظتان.